سلام عرض میکنم خدمت شما. میخوایم با هم بپردازیم به مفهوم یوتیوب در درون چاه. بپردازیم به یوتیوب نامتعادل. این یوتیوب نامتعادل رو با استفاده از یک سلاگ به دست میاریم. میایم داخل رشته حفاریمون 10 بشکه گل سنگین وزن تزریق میکنیم. وزن این گل سنگین وزن 16.5 پی پی جی هست. آنچه حاصل می شود مشاهده افزای فشار در دالیز است. چجور این افزایش فشار به دست میاد؟ در ابتدا میایم ارتفاع سلاگ رو به دست میاریم. کافیه حجم سلاگ رو تقسیم بر کپ دریل پایپ کنیم. یعنی بیایم 10 رو تقسیم بر ممیز 0.176 کنیم. جواب خواهد شد 568 فوت. یعنی 568 فوت از رشته حفاری ما در بخش بالایی حاوی سلاگ هست. مابقی از 10,000 فوتی که داشتیم، یعنی 10,000 فوت منهای 568 که برابر با 9432 فوت هست، میشه گلی با وزن 10 پی پی جی، گلی که قبلا داشتیم. بنابراین میتونیم فشار رو در ته چاه با جمع دو فشار هیدروستاتیک حساب کنیم. یه بخشی که برای سلاگ هست که حاصل ضرب ممیز 52 ضرب در 16 ممیز 8 ضرب در طول، یعنی 568 خواهد بود، و یه بخش که برای گل قبلی ما هست، یعنی ممیز 52 ضرب در 10 ضرب در طولمون 9432 فوت. حاصل بخش ابتدایی میشه 496 پی اس آی. حاصل بخش دوم میشه 4904 پی اس آی و جمع این دو عدد با هم میشه 9400 پی اس آی. در واقع فشاری که برای بخش پایینی در قسمت رشته حفاری به دست میاد میشه 5400 پی اس آی، در حالی که در بخش دالیز 5200 پی اس آی فشار سنج فشار رو اندازه‌گیری خواهد کرد. 5400 5200 اختلاف فشار 5400 با 5200 به صورت 200 پی اس آی در فشار سنج بخش بالایی در دالیز خودش رو نشون خواهد داد. و این اختلاف فشار اگر شرایط براش فراهم بشه، یعنی اجازه بدیم این بخش بالایی باز باشه، به این شکل خودش رو نشون میده. یعنی سلاگ به سمت پایین حرکت خواهد کرد، از این بخش بالایی به سمت پایین حرکت خواهد کرد و جا به جا خواهد شد و بخشی از سیال ما در دالیز به مخزن تریپ منتقل میشه. و دوباره فشارها به حالت قبلی باز خواهد گشت، یعنی 0 پی اس آی که قبلا داشتیم.
چه حجم از سیال جابجا خواهد شد؟ میتونیم حساب کنیم. کافیه با استفاده از این فرمول که حجم جابجا شده در مخزن تریپ رو به ما نشون میده، محاسبات انجام میدیم. V T برابر با، یعنی افزایش حجم مخزن تی برابر است با حجم سلاگمون ضرب در پرانتز باز مادویت سلاگمون تقسیم بر مادویت گل موجود در چا منهای یک پرانتز بسته برابر است با 10 حجم سلاگمون ضرب در پرانتز باز 16.8 وزن سلاگ تقسیم بر 10 وزن گل منهای یک. جواب خواهد شد 6.8 بشکه. همچنین میتونیم با استفاده از افزایش حجمی که در مخزن تریپ داریم افت هد سیال رو در رشته حفاری حساب کنیم. کافیه با استفاده از این فرمول یه ارتفاع حساب کنیم. وی تی تقسیم بر کپ دریل پایپ، وی که داخل مخزن تریپ جمع بشه تقسیم بر کپ دریل پایپ بشه، یعنی 6.8 رو تقسیم بر ممیز 176 بکنیم. جواب خواهد شد 386 فوت. یعنی ارتفاع ما در رشته حفاری 386 فوت پایین خواهد رفت. ارتفاع سیال ما در رشته حفاری 386 فوت پایین تر خواهد بود و به این صورت وقتی داریم لوله‌های حفاری رو از هم باز میکنیم لوله‌های حفاری بدون سیال حفاری خواهد بود، لوله‌های حفاری ما خشک خواهد بود. یه مثال دیگه، بیایم این دفعه به جای تزریق سیال سنگین وزن از یک سیال سبک وزن استفاده کنیم. بیایم داخل رشته حفاریمون سیال سبک وزن تزریق کنیم و ببینیم چه اتفاقی رخ خواهد داد. همونطور که در این اسلاید مشاهده میکنید با تزریق سیال سبک وزن ما در سطح در استند پایپ 125 PSI افزایش فشار میبینیم و فشار دالیزمون صفره. چطور به این شرایط رسیدیم؟ با هم بررسی میکنیم. اومدیم 30 بشکه سیال سبک وزن رو در داخل رشته حفاری تزریق کردیم. 30 بشکه سیال سبک وزن با وزن 8.6 PPG. وزن سیال در داخل چاهمون 10 PPG بوده.
یا در واقع وزن داخل رشته حفاری ما 10 ppgه. با تزریق 30 بشکه سیال سبک وزن در رشته حفاری ما به ارتفاع 1704 فوت از سیال سبک وزن در رشته حفاری خواهیم رسید. یعنی میایم HS رو حساب میکنیم، در واقع VS یا حجم سیال سبک وزنی که تزریق کردیم تقسیم بر کپ دریل پایپ، همون 30 تقسیم بر ممیز 0.176. جواب خواهد شد 1704. اگه 1704 رو از همون 10,000 فوت قبلی کم کنیم، 10,000 فوتی که برای عمق نهایی داشتیم، به 8296 فوت میرسیم. پس میتونیم فشار ته 4 رو حساب کنیم. برای بخش بالایی مایع 52 ضرب در 8 مایع 6 ضرب در 1704 در واقع 762 psi. برای بخش پایینی مایع 52 ضرب در 10 ضرب در 8296 4313 psi و جمع این دو مقدار با هم 5075 psi خواهد بود. در واقع فشار سنج در بخش پایینی 5075 psi نشون میده و برای بخش دالیز فشار همون 5200 psi هست. اختلاف فشار این دو عدد 125 psi هست که در فشار استند پایپ خودش رو نشون خواهد داد. و یوتیوب ما نامتعادل خواهد بود. در واقع فشار در بخش بالایی 125 psi هست.